خونه رو به جفتمون فروختن، تموم بشه بره پیکارش. اینطوری هر کس با اشتباه خودش رو برو بشه. قول دادی دمیر، تو حیات به هم قول دادی، چرا اینطوری میکنی؟ این کار سازماندهی شده است. فکر کن تو شرکت همه با هم دست به یکی کردن به دروغ بگن، چه حسی به دست میده؟ آره متوجهم که وضعیت خوبی نیست، اما به تو گفته بودم که قلب بابای تو وقتی بفهمه تو بهش دروغ گفتی بیشتر میشکنه. تو تا حالا مامان باباتو ناامید کردی؟ دوبله شده در استودیو جن. ببین من از اونا جدا توی شهر دیگه دارم زندگی میکنم، همش نگرانم. اگه موضوع خونه رو بفهمن اعتمادشون رو به هم از دست میدن. موضوع فقط خونه نیست، موضوع زندگی منه. خواهش میکنم دمیر، لطفاً به هم کمک کن. میرم لباسم عوض کنم برم. ممنونم ازت.
من دارم میرم. از آشناییتون خیلی خوشبخت شدم. با امید دیدن. صبر کن جوون، کجا میری؟ فرار میکنی؟ بله؟ حالا که عمات اینجان بیا بشین با هم یه صبونه بخوریم. در ضمن به ما هم میگی که تو ژاپن چی کارا کردی و کی میخوای بری خونه جدیدت، مگه نه؟ ممنون بابت پیشنهادتون. دلم میخواست بمونم و حرف بزنم اما باید برم سر کار. اگه یه وقت داشته باشین یه وقت دیگه حرف میزنیم. دمیر جون چیزی رو فراموش نکردی؟ نمیخوای عمه رو ببوسی؟ البته که میبوسم. ای قربونت برم عزیز دلم. خداحافظ عمه جون. منو نمیبوسی؟ به خدا حسودیم شو. میبوسم. مگه میشه نبوسم؟ قربونش برم. خدا به همراه باشه عزیزم. شب دیر نکنی ها. مهمون داریم، قراره تو ویلا همه با هم غذا بخوریم. هیچ نیازی نیست خانم، لطفا زحمت نکش. پیروز خانم اصلا زحمت نکشی. چه زحمتی عزیزم، این همه راه اومدین حالا میخواین با غذا پختن سر و کله بزنی؟ من یه چیزایی با خودم آوردم. یه موقع دیگه میایم خدمتتون، چایتونم به میخوریم. هیچ وجه اعتراض و قبول نمی کنم. هم اومدن دمیر جون هم اومدن شما رو با هم جشن میگیریم. ای دخترم مگه نه عزیزم؟ باشه پس تصمیم گرفته شد ها، شب خونه ماییم. به امید دیدار. قربونت برم. صبونه. بفرمایید. لطفا شما بفرمایین همینجا منتظر باشید. باشه ممنون. صبح بخیر آزمین خانم. صبح بخیر تامیر خان، امروز زود اومدین. راستی اینا برای شماست. به خاطر قهوه ممنونم. بازم میام پیشت. آلارا. دمیر خان اینا چی میشه؟ من شام نمیرم خونه اون زنا. اینقدر حرف زدن سرم درد گرفت. آخه یعنی چی مثل مسلسل حرف میزنن؟ دیوونم کردن. اما آخه. سمیح نمیشه ها. یعنی قبول کردیم منتظرمونن، خیلی بد یه میشه. چیزی سر هم میکنیم دیگه. بذار لروکس بیاد حرف میزنیم. باشه اون پسره رو درک کردیم. برادرزاده صاحبخونه است و اسباب داره. با اون یکی پسره که دیشب تلفن برداشت چی کار کنیم؟ تو این خونه چه خبره؟ خونه چه خبر میتونه باشه؟ لروکس نفس بکشه من با خبر میشم. اون همه چیو برام تعریف میکنه. آره دیدم. چایتون تموم چایو شده. بی خیال. بشین باید حرف بزنیم. بابا کارم دیر شده، میشه بعداً حرف بزنیم. دخترم بورا کیه؟ شما بوراکو از کجا میشناسی؟ دیشب درست همینجا نشسته بود. از اونجا میشناسیمش. مست بود و زبونش بند میومد، چشاش چپ شده بود. تازه با اون حالش داشت با من حرف میزد بی تربیت. اوه بوراک از دست تو. حتما تلفنمو حواسم نبوده جواب داده. شما ببخشینش. نه
ما کاری به کار اون نداریم، اما با تو کار داریم. تو با کیا دوستی دختر؟ بابا بوراک همکار منه. ما تو شرکت یه دوران سختی رو داشتیم. از خستگی افکارش به هم ریخته. چند شب نخوابیده. برای همین مست باشه یا نباشه با اون وضعیت اون وقت شب نمیتونه بیاد خونه یه دختر جوون. اگرم بیاد نباید خونه راش بدی. در مورد جزئیات پروژه حرف زدی. ببین منو گول نزن، در مورد کار بود. بگو ببینم این چه کاریه که تو خونه در موردش حرف میزنن؟ اینو برای چی مسائلشونو گذاشتن اینجا؟ دخترم یه سوالی ازت دارم. تو پول لازم داری؟ ها؟ اگه پول لازم داری چرا به ما نمیگی؟ پس من اینجا چی کارم دختر؟ ها؟ چرا اتاقو به همچین آدمایی اجاره میدی و آسایشتو سلب میکنی؟ تو اصلا همچین کارایی نمیکردی. عزیزم تعجب میکنم. دخترم عزیزم. معذرت میخوام بابا. خیلی خوب باشه خیلی خوب. تو فعلا برو سر کارت. به اندازه کافی دیرت شده. شب یا با هم حرف میزنیم باشه؟ برو عزیزم. خیلی تحت فشار گذاشتیمش. بابا معذرت میخوام. منو ببخشی. من زیاد مطمئن نیستم. اگه بوراک خان میگه اوکیه پس منم حرفی ندارم. باورم نمیشه اینقدر زود پیداش کردیم. پس دیگه وارد عمل میشیم. الان به اون دمیرخان نشون میدیم. میگم بچه‌ها صبر کنیم لیروکس هم بیاد نظر اونم بپرسیم، چون اون نمیخواست به این زودیا باشه که حقم داره. دیروز گیر افتادیم، نزدیک بود همه چی لو بره. نه نمیشه بی خیال این نقشه بشیم. همه چی ردیفه. عزمیه خانوم خیر باشه. شما اون پیشبند آشپزخونه است؟ بله پیشبنده. خب اون وقت با سه چی؟ آیدا جون راستی باز رو اون پیشنهادی که بهت دادم فکر کن. شبا میتونم هپی پایو به چرخونم. اینم پیشنهاد لباس کادیمه. چطوره؟ راستش خب چیزه جلب توجه میکنه؟ آره یکم. وای راستی یه توری قرمزم دارم. بس برم اونو بپوشم و بیام. نه ببین عزمیه جونه، الان دمیرخان عصبانی میشه، بعدم در موردش حرف میزنیم. خب ممنون عزمیه جون، معلومه که خیلی فکر کردیم و به فکر کردن ادامه میدم. در ضمن برای سرویس دهی هم کلی ایده و نظر دارم، اما بعدم برات تعریف میکنم. عزمیه خانم اونام ببری هستن. جانان این ببری نیست، این پلنگیه. درسته. صبح بخیر. همه تو تراسن. قهوه تو بردار بریم با همونجا. تو میدونی دیشب باعث چی شدی؟ راستش نمیدونم چی بگم. دم خونه که رسیدم به خودم اومدم. وقتی راننده گفت از کجا آورده منو تازه فهمیدم. لیروکس واقعا معذرت میخوام. چطور تونستی تلفنمو جواب بدی و با خانوادم حرف بزنی؟ چی بهشون گفتی که صبح زود پا شدن اومدن استانبول؟ چی کار کردن؟ تو حتی یادت هم نمیاد چی کار کردی. بابام یه چیزایی بهم گفت که تو عمرم نشنیده بودم. هر چی میگفت من بیشتر آب میشدم. متاسفم که مشکل به این بزرگی درست کردم. من با بابا حرف میزنم. نه نمیخواد حرف بزنی، حتی اگه ممکنه نزدیکمونم نشو.
آخه تو چرا نمیفهمی براک رفتار احمقانت فقط نه به خودت بلکه به اطرافیانت هم آسیب میزنه. اینو بفهم. لروکس گفتم که با بابات حرف میزنم. چرا اینقدر عصبانی میشی؟ بهت گفتم خودتو جمع و جور کن مگه نه؟ من گفتم یکم عاقل باشیم. تو داری چی کار میکنی براک؟ صبح و شب مست میای ادا و اطوار در میاری، چه میدونم قیافه میگیری. داری چی کار میکنی ها؟ چی کار؟ داری راجع به چیزایی حرف میزنی که نمیدونی. واقعا؟ باشه. لروکس خانم جفتتون بیاین اتاقم. دوبله شده در استودیو جیم. دمیر خان یکم صدامو بالا بردم اما من واقعا. لروکس خانم از الان شما با پروژه هتل ییلدریم خان و براک خان شما با پروژه یتیم خونه آلارا خانم مشغول به کار بشین. آلارا خانم منو نخواستن؟ من اینجوری صلاح میدم. با حرفای ایشون نمیتونین مدیریت منو زیر سوال ببرین. برای اینکه با زبون خوش منو آدم بده کنه هر کاری میتونه چرا؟ کرد. مگه آلارا خانم چی گفته؟ در ضمن تو از کجا میدونی پشت سر تو حرف زده؟ دیروز تو جلسه کلی حرف بارم کرد. دختر لوسیه. در ضمن شما هم باباشون نیستین. لزومی نداره هرچی اون خواست رو انجام بدین. یعنی به خاطر دعوای زنونتون من از پروژه ییلدریم خان حذف شدم؟ در ضمن من اون مناقصه رو گرفتم. چرا دارین کل پروژه رو میدین به این خانم؟ شاید چون یه خورده بی‌مسئولیتی. من که عذرخواهی کردم. چرا هنوز کشش میدی؟ عذرخواهی تو هیچی درست نمیشه. کافیه. اشتباهاتی که پشت سر هم انجام دادین مشخصه. برای اینکه بیشتر نشه دارم پیشگیری میکنم. لروکس خانم، آلارا خانم مشتری ما هستن. نمیدونم سر چی نمیتونیم با هم کنار بیاین، اما نمیتونم مدام کنارتون باشم و میانجیگری کنم. براک خانم